جریان داره. در قسمت فساد پاسپورت هم بیان کردم. از اینکه چند روز قبلا بازم در مدیریت پاسپورت یک جنجال شده و یک از همکارای ما به نام محمد جواد رفته و به خاطر مستندسازی و اینکه بفهمن در مدیریت پاسپورت چه جنجالا شده، اینا رو مولی صاحب نزد خود خواسته بود و از مدیر صاحب جواد پرسان کرده که تو چه کاره هستی که اینجا آمده ای تفتیش رو بررسی میکنی؟ گفته که من از طرف خلیفه صاحب از طرف وزارت امور داخله من اینجا مقرر شدم، من از سرپرست مدیریت. گفته خلیفه صاحب گوه خورده بد کرده که تو را اینجا تعیین کرده و تلفنش رو ضبط کرده نزد خود. یک شب و یک روز در بندیخانه بود. یک روز بعدش که پنجشنبه همون روز به من خودم خواستند در مقام ولایت از ساعتش بعد از نماز شام که مرا در کنتینر انداختند در بندیخانه شخصی. ساعت دو نیم بجه مرا خواستند به تحقیق که در جریان تحقیق هم قماندان صاحب امنیه حضور داشتن، قماندان امنیه ولایت پنجشیر، مولوی صاحب آقا میرس تدارکات ملی امنیت ملی، خود والی صاحب قماندان امنیه دره. در جریان تحقیق پر از وحشت و دهشت بود. خیلی به شکل تهدیدآمیز از من تحقیق گرفتن و مرا قفقاری کردن در حضور رئیس تدارکات امنیت ملی قماندان امنیه دره که یکی از افراد نزدیک به والی صاحب مرا قفقاری کردن، به لغت در صورتم زد. خیلی به شکل وحشیانه از من تحقیق گرفتن. بعدم بردن آمد در صوفی که یک صوف سوژه در صوف مرا بردن کیبل کاری کردن، پایپ کاری کردن. گفتم بگو تو که با یکی از گروه های تروریستی یا مقاومت و یا داعش تو ارتباط داری میخوایی در والی صاحب بدنام بسازی. ما گفتم این کار نکردم و هیچ وقت هم این توطئه را در خودم قبول نمیکنم که ما متعلق به یک از گروه های تروریستی باشم. گفتن دو بیانیه را برای ما بگو با تو را آزاد میسازیم، یا بگو که بوجی ملخان همراه خراسانی یک دست شدن میخوان در مقابل والی صاحب استاد شوند، اونا هم دست شدن در مقابل والی صاحب و که بگو متعلق به یک از گروه های تروریستی هستم. فضل خدا من به کدوم گروه تروریستی پیوند دارم و نه با خراسانی صاحب که یک جای شده باشه همراه عیسی ملخان در مقابل والی صاحب. هیچ وقت این کار نکردن و ما از او خبرم ندارم و این کار هیچ وقت هم نمیکنن. گپم این است که زندانهای شخصی باید بند شوه. اگر کسی بندی میشه باید در قماندانی امنیه شوه، لطکوب نشوه. بسیار به شکل فجیعانه مرا لطکوب کردن که آثار علیمی در وجودم است. من تقریبا شب هیچ خواب ندارم، خیلی وضعیت ما خراب است. بسیار به شکل فجیعانه مرا لطکوب کردن. کسایی که شکنجه کردن به نام غارزنگ بود، یکش دیگهش به نام قاری فتا بود، قاری فاتی است او بود در شکنجه من. خود قماندان مصطفی بود که خیلی مرا لطکوب کرد، بلغت حتی در صورتم زدن. دیگه ما میخوایم اما آثار علائمی که در وجودم است همه رو من مستندسازی کنم و من این ویدیو رو به خاطر از این گفتم بگیرم که بزرگای امارات اسلامی آگاه شوند، بفهمند که در این ولایت چه جریان داره. بالای مجاهدین مردم، کسی که اگر کافر هم باشه، اگر کسی که مخالف سرسخت به امارات اسلامی هم باشه، با این فجایع با این لطکوب اصلا لازم نیست. ما خود عضو همین امارات هستم، در می گروه هستم که ما را به شکل بیرحمانه لطکوب کردن. میخوایم که افشا بسازم. همین قضیه که بالای من صورت گرفته مثل قضیه ما هزاران نفر دیگر ایج لطکوب کردن. ما میتونم که نام ببرم. یکی انزله خان است که در مدیریت پاسپورت بود، او هم خیلی موضوعات افشا کرده. امیدوار هستم که بزرگای امارات اسلامی در این باره تحقیق کنند، یک تحقیق همه‌جانبه صورت بگیره که کسایی که در فساد پاسپورت دست داشتن ما هم افشا شوند، در تعیین ریاست ها کسایی که دست دارن دیگه نام افشا شوند. ما میخوایم عالمو و خدا کنه که عدالت در نظام امارات اسلامی تطبیق شود. میخوایم که چیزایی که در جانم از آثار علایم لطکوب واره نشان بدم.
به این اندازه وضعیت ما خراب است که ما حتی از طرف شب خواب ندارم. همیشه احساس ما درد میکنم و یک مشکل دیگه هم برام احساس شده، همیشه فکر میکنم پای ما خواب برده داخل سه تو یک قسم خارش میکنه. خیلی وضعیت ما خراب است. میگه به این اندازه مرا غرزنگ و قاری فاتح و قماندان مصطفی شکنجه کردین، بسترم زدین امر پایپ. خیلی از این بالا هم است که از این بالا نمیره نشون دادن میشه خود پایپ کندیده به این اندازه. تمام همین شکنجه ها به دستور والی صاحب شد. والی صاحب گفت که یا گفت اقرار که تو به یکی از گروه های تروریستی یا امر خراسانی یا یک جا شده دست بدنامسازی هستی یا که تو زدن نکنه که تاریخ سر ایران کنه. غرزنگ روان کرد، مرا خیلی لطکو کننده ساعت 11 ساعت 11 وجه الا ساعت 11 و 40 دقیقه و 12 وجه مرا دیگه لطکو کنن. از این لحاظ روانی هم خیلی وضعیت ما خراب است و به خاطر از ما طوال همین درد و رنج شکنجه را تحمل کردیم. نخواستم که دوا استفاده کنم نشود که مادرم خبر شد سر ما که ایره شکنجه کردین و بیچاره پیچ سفید است، سر سفید است. خدا نخواست سکته میکنم. با خیر و سلامت باشه. از ما را تسلیم میخوایم که عدالت تطبیق کنه سر همگی تا که دیگه از خودسری و فساد و گپا جلوگیر شود. ما را تسلیم پرتو روشنی بنده ببینن که تله کی دزدی کرده. رنجر مربوط هر کسی که هست تل دوزاله. بعد از این حال من میفهم که خواهین کی هست. گر نزن نام نگی فردی چیز هست. ما روز شنبه آمدیم همیشه به حساب همین پاسپورتان رو آمدیم، نوبت ما رسید گرفتیم رفتیم در شعبه بایومتریک. خود مدیر ما را گرفت برد. نوبت همین دخترم رسیده بود، 2 نفر طالبا داخل شدن. یکیش گفت برای من، گفتم نوبت ماست. گرفت کتسلی در ریم زد بیرون که کشیدن، 2 از موی ما گرفتن و طالب دیگهش که قنداق تفنگ پسای شانیم زده. حال شانیم هم درد میکنه، سرم هم درد داره. دیگه اگه قانون اجرا میشه خوب، بهتر نمیشه نفرات پس شون یک آدم خوب بیه که مشکل همین مردم حل شود. در غیر از این من آدمی هم که کار کرده نمیمانم، من در بالایش هم نیستم. دیگه ای کسی کار چیز اجرا میکنه یا نه؟ اگر نمیکنه که یک آدم دیگه پیدا شود که این کار پیش ببره. امروز دست سر من دست انداخت، سر زن شما دست میندازه. من این کار قبول ندارم. من ناموس کل مردم پنجشیر هستم. من بی غیرتی که در پنجشیر شده فروخته شده، من خودم بی غیرت نیستم، از حقم دفاع میکنم.